دخترم این اومده خواستگاری شما، خب پسرم شما رفتی خواستگاری این، ببین اینو میخوای یا نه. درگیر وعده این که من انشاءالله تغییر خواهم کرد نشو. چرا؟ چون ممکنه تغییر نه. ببین میبینی الان یه برچسب آبی رنگ دورمه، من به خاطر تو اینو میکنم یه برچسب قرمز رنگ میپیچم. خب اومدیم اینو نکند و نپیچید. دوست من دوچار توهم تغییر قطعی به خاطر قول و وعده و وعید نشویم. چه بسا که قول بده وقتی به ما رسید بداره کنار. چرا؟ چون برای چی قول داده؟ قول داده به خاطری که به من برسه. خب وقتی به من رسید دوباره میشه همون آدم قبلیه. بعدم بهش میگم تو قول داده بودی، میگه ببین نمیتونم ولم کن. بعد میخواین چه کار کنید؟ ببینین همینی که هست. اگه میخواین بسم الله ادامه بدین مراحل خواستگاری و اگه نه میگین اینش خوبه اونش خوبه، اگه این تغییر رو بکنه اون تغییر رو بکنه، دارید خودتون رو فریب میدید. یک، ممکنه تغییر نکنه، دو، ممکنه تغییر بکنه اما این تغییر ثباتی نداشته باشه، با رسیدن به شما دوباره بشه همون آدم قبلی. بنابراین به آنچه که هستند توجه بکنیم، نه به آنچه که قول دادن ان شاء الله میشوند.